سلام و وقت شما بخیر دوستان نهایت عزیز. امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشین. من راشد امان هستم از ایشانچ و در این ویدیو بر شما دیتابیس ایشانچ رو معرفی میکنم. از 0 تا 100 معرفی عمومی، معرفی تکنیکی را و آموزش ها را شما میتونید در بخش مرکز کمک باز پیدا کنید. خب سیستم ایشانچ قسمی که شما میبینید یک دیتابیس است، دیتابیس آنلاین که دارای موبایل اپلیکیشن و اپلیکیشن کامپیوتر و وبسایت می باشه که از هر سه تا شما میتونید استفاده کنین. هم در موبایل آیفون میتونید استفاده کنین، هم در اندروید میتونید استفاده کنین و هم در کامپیوترهایتان. به دو شکل، هم اپلیکیشن ها رو میتونید نصب کنین، هم میتونید مستقیما از براوزرها، از طریق براوزرها از طریق ishanch.com استفاده کنین. در قسمت دانلود اپلیکیشن ها میاین، در ویندوز از اینجا دانلود میتونین، بر اندروید از اینجا میتونین دانلود کنین. برای iOS از خود اپ استور باید دانلود شود که وقتی اپلیکیشن آپلود شد از اونجا میتونین دانلود کنین. خب ما وارد سیستم میشم، شما میتونین ببینین وارد سیستم میشم. ما وارد سیستم میشم. خب به این شکل شما اینجا میبینین داشبورد کاربر هستی. در داشبورد کاربر شما یک سری گزینه‌ها رو می‌بینید. البته ما در این سیستم گزینه‌های افیلیت و ریسلری هم داریم، یعنی کسایی که خواسته باشن با معرفی سیستم ما به دیگران درآمد کنن. سه نوع درآمد امکان‌پذیر است که من در ویدیو جدا انواع درآمدها را تشریح می‌کنم. در این ویدیو بحث ما روی خود سیستم است. شما در اینجا می‌بینید لیست کسب و کارها رو دارم. یعنی شما اگه یک فروشگاه داشته باشین، یک شرکت تولیدی داشته باشین یا هر کسب و کار دیگه ای داشته باشین، میتونین در اینجا بیاین اکانت بسازین و به راحتی سیستم تان رو مدیریت بکنین. وقتی شما اکانت ساختین بعد یک فروشگاه یا یک شرکت، یک بزنس، یک کسب و کار ایجاد بکنین. وقتی کسب و کار ایجاد کردین در اینجا در لیست کسب و کارها میبینین. همچنان میتونین در اینجا هم لیست کسب و کارهایتون رو پیدا کنین. شما رو کلیک میکنین روی ازی و در کسب و کار سویچ میشه. یعنی شما هر بار هر چند تا کسب و کاری که داشته باشین میتونین از این قسمت سویچ بکنین و در داشبورد کاربر شما میتونین که لیست کسب و کارهایتان رو ببینین. در صفحه کسب و کارها باز میتونین لیست کسب و کارهایتان رو ببینین. خوبی سیستم این است که شما اگه 10 تا فروشگاه هم داشته باشین میتونین با یک اکانت مدیریت کنین. شرکت های تولیدی، شرکت های خدماتی و دیگه گزینه‌ها هم داشته باشین باز میتونین از طریق یک اکانت مدیریت بکنین. یعنی شما رئیس یک چندین کسب و کار هستین و میخواین که کلش در یک اکانت داشته باشین، باز بر کارمندایتان اکانت های جدا بدین. ایشانچ برای یک قسم یک کار مناسب ترین گزینه در سطح افغانستان است. یعنی هیچ کسب و کار دیگه، هیچ پلتفرم دیگه به این شکل وجود نداره در افغانستان. ما یعنی ایشانچ یگانه پلتفرمی است که همچین خدماتی به شما عرضه میکنه. از خوبی‌های مهم ایشانچ همین است. البته سیستم ما در قسمت محاسبه و مدیریت دقیق کاملا بروز است و با معیارات بلند کار میکنه. ما روی از این کلیک میکنم، شما اینجا میبینین که در این قسمت تمام گزینه ها هست. میبینین دخل است، دخل افغانی است، دخل دلاری است، میتونین یورو، پوند، تومان یا کلدار، هر گزینه‌ای که خواسته باشین، لیر، اینا هر گزینه‌ای که خواسته باشین دخل برش باز کنین، صرافی باز کنین، بانک باز کنین و کلا میتونین حساباتتان رو مدیریت بکنین به شکل بسیار منظم. در قسمت ساید بار شما میبینین که تمام گزینه‌ها اینجا است. خرید و فروش داریم، کلیک میکنین بخش خرید و فروش اینجا باز میشه. بخش مصارفات داریم، بخش گزارشات داریم که هر کدام از اینا جدا جدا دسته‌بندی شده است به خاطر از اینکه مدیریت آسان و سریع داشته باشین. انبار و اجناس داریم. کلا شما میتونین گدام‌های نامحدود داشته باشین در سیستم. یعنی اگه یک فروشگاه دارین یا یک شرکت دارین میخواین چند تا گدام داشته باشین، بازی گدام‌ها نامحدود است. یعنی شما میتونین که بسیار سادگی و آسانی مدیریت بکنین. انتقال بین گدام‌ها، انتقال بین فروشگاه‌ها، بین شرکت‌ها کاملا قابل مدیریت است و خیلی شفاف است. در بخش حسابات مالی شما می‌بینید حسابات، انتقالات پولی اینجا منظور ماست، اینا هست. در بخش اعتبار و سابسکریپشن ها اینجا است که شما می‌بینید که مثلا تا 10 جدی
ای تا دی جدی 1408 ای فروشگاه فعال است. یعنی شما میتونین سالانه پول بپردازین. یکی از مهمترین خوبی های دیگه ایشان چی است که شما اصلا نمیخرین، نه به خاطر اپلیکیشنش پول میتین، نه به خاطر دیتابیسش پول میتین، نه به خاطر وبسایتش پول میتین، نه به خاطر اپلیکیشنش پول میتین. شما فقط و فقط برای یک فروشگاه یا یک شرکت سالانه یک پول میتین و او هم به ارزان ترین نرخ ممکن در سطح افغانستان و جهان. در هیچ جای دیگه به این نرخ دیتابیس وجود نداره. در قسمت تمدید که بزنین اینجا به شما نشان میده. برای این تمدید شما باید 1650 افغانی بپردازید. اگر ما بخوایم یک سال تمدید بکنم 1650 افغانی میپردازم، یک سال بر ما تمدید میشه. نرخ سالانه چقدر است؟ ببینید نرخ سالانه چقدر است؟ 3650 افغانی است و مبلغ عادیش هم همین 3650 افغانی است، ولی تخفیف خورده فعلا 2000 افغانی تخفیف خورده، یعنی شما فقط 1650 افغانی میپردازین. به خاطر از اینکه از آخرین نرخ ها مطلع باشین، شما میتونین در قسمت خود سایت ما اینجا بخش نرخ سابسکریپشن ها رو بیاین ببینید. اینجا نرخ سالانه تخفیف به شما نشان داده میشه که به کدام قیمت شما میتونین بخرین. البته اگه کسایی که با همین قیمت میخرن تمام عمر سالانه فقط همین قیمت رو میپردازن، یعنی هر سال 1650 افغانی. این یک تخفیف ویژه برای سال اول ایشان است که کسایی که در سال اول با تخفیف فعال میکنن تمام سال با همون تخفیف فعال میکنن و کسایی که باز بعداً فعال میکنن سال اول اگه تخفیف داشته باشه سالهای بعدی 3650 افغانی خواد پرداختن. این بود از گزینه‌های خوبیشان و تمام گزینه‌ها رو ما به شما به شکل عمومی معرفی کردم. شما میتونین هر سوالی که داشته باشین از ما بپرسین و به خاطر پیشبرد از این میتونین در بخش مرکز کمک بیاین. ویدیوها به شکل منظم در اینجا می باشه، شما روی هر کدام از این کلیک بکنین، ویدیو معرفی همون بخش را و آموزش همون بخش را میبینین و بعدا میتونین که به شکل درست سیستم تا رو مدیریت بکنین. خیلی گزینه‌های دیگه هم داخل سیستم هست که آرام آرام یاد خواهد گرفتین اگه به دردتان خورد استفاده میکنین. مثلا بخش معاملات و مصارف شخصی کاملا رایگان است. شما میتونین با یک حساب افغانی به طور همیشه رایگان از این سیستم استفاده بکنین. یعنی اگر شما میخواین تنها و تنها مصارف و معاملات شخصی خودتان را دیشانچ مدیریت بکنین به طور رایگان میتونین این کارا انجام بدین. امیدوار هستم این ویدیو برای شما آموزنده بوده باشه. هر سوالی که دارین شما میتونین شماره واتساپ ما را از هر بخشی در نشانچ پیدا کنین و برای ما پیام بگذارین. ما در خدمت شما خواهیم بود. وقت شما خوش. خدا نگهدار.